تو دل شنهای طلایی اسکندریه، جایی میون ویرانه هایی که هنوز بوی افسانه میدن، رازی دفن شده که هزاران سال مورخان جرأت نزدیک شدن به اونو ندارن. رازی که با زمزمه‌ای ترسناک میگه کلئوپاترا هرگز نمرد. ملکه افسانه‌ای مصر، زنی که رومی‌ها ازش وحشت داشتن، نه فقط به خاطر سیاست و زیباییش، بلکه به خاطر یک چیز تاریک‌تر. او به گفته برخی متون پنهان مصری آخرین کسی بود که به آیین مار خورشید دسترسی داشت. آیینی که گفته میشه میتونه روح انسان از بدنش جدا کنه و در زمان معلق نگه داره. اما این فقط یک افسانه نیست. کلئوپاترا راز جاودانگی رو میدونست. همه میدونن که اون ملکه زیبا و باسواد، باهوش و جاه طلب بود. وقتی ملکه شد فقط 18 سالش بود و اون زمان فرمانروایی برای زنان ممنوع بود. واسه همین مجبورش کردن فرمانرواییشو با برادرش و بعدها با پسرش شریک بشه. ولی کمتر کسی میدونست اون در دوران آخر حکومتش به آیین باستانی به نام مار خورشید پیوست. آیینی که فقط کاهنان اعظم اجازه شرکت در اونو داشتن. این آیین میتونه انسان از مرگ نجات بده، ولی به بهایی وحشتناک. طبق نوشته های پاپیروس نور پنهان، در شب 14 ماه سوم کاهنان زهر مار افعی رو با خون خودشون ترکیب کردن. کلئوپاترا به جای ترس میخندید. همه میگن اون خودکشی کرده، با مار افعی که خودش اجازه داد سینه‌شو بگزه. ولی این فقط یک دروغه که حقیقت پشت پرده بمونه. اون باور داشت اگه بدنش با زهر مار افعی پاک بشه، روحش در نور جاودانگی حل میشه. میگن توی آخرین آیین صدای مار افعی از زیر زمین بلند شد و وقتی که خورشید طلوع کرد، کلئوپاترا دیگه توی تختش نبود. قرنها گذشت. تو سال 1962 گروهی از باستانشناسای فرانسوی موقع حفاری نزدیک دلتای نیل به یک اتاق زیرزمینی رسیدن که با هیروگلیف‌هایی پوشیده شده بود. تو مرکز اتاق مجسمه‌ای از زنی نشسته با تاج مار دیده می‌شد. چشماش از سنگ obsidian سیاه ساخته شده بود و دور و برش حلقه‌هایی از طلا به شکل مارهایی که دم خودشونو خورده بودن چیده شده بود. یکی از باستانشناسا به نام ژان بوتان تو دفترچش نوشته بود: وقتی نور چراغ قوام به چشم مجسمه خورد، حس کردم کسی داره منو نگاه میکنه و همون لحظه صدای زمزمه وار از دیوار بلند شد که میگفت او هنوز زنده است. چند روز بعد ژان ناپدید شد. تنها چیزی که ازش پیدا کردن صدای ضبط شده‌ای بود که در اون به سختی شنیده میشد که میگفت مار خورشید بیدار شد، زمان دیگه معنا نداره. شاید این فقط یک تصادف یا شایدم یک طلسم بوده. اما نکته جالب اینجاست که تو همون منطقه نشونه‌هایی از استفاده از جیوه قرمز پیدا شده. ماده‌ای که مصریان باستان باور داشتن روح رو از فساد حفظ میکنه. از اون روز هر کی وارد اون اتاق میشد صداهای زمزمه وار از زیر زمین دیوار میشنید که یا مریض میشد یا دیوانه. بعضی تاریخدانان معتقدند اون اتاق در واقع دروازه زمان بوده، جایی که آیین مار خورشید باعث شده زمان متوقف بشه. یعنی اینکه ممکنه روح ملکه کلئوپاترا هنوز اونجا بین لحظه مرگ و جاودانگی باشه.
شاید دلیل این که هیچ وقت مقبره واقعی کلئوپاترا پیدا نشد اینه که اون هنوز منتظره، نه توی زمین بلکه میون لایه‌های زمان، نه توی خاک بلکه در جایی از زمان ایستاده و اگه روزی نامش دوباره در سراسر جهان طنین انداز بشه اونم برمیگرده. اگه نظریه آیین مار خورشید درست باشه شاید ملکه کلئوپاترا هنوز جایی بین گذشته و حال نفس میکشه. اگه دوست داری از افسانه ها و فکت های تاریخی که کمتر کسی تا حالا شنیده باخبر باشی حتما چنل منو دنبال کن.